این ساعت 1:30 شب در مسکو. در تاجیکستان 3:30-4 شده سای. خواب نبود. بچه ها مگزین رو میکنن. هوا صاف است. یکم آور نیست هواش. باز میریم ببینیم مگزین هویه یا محکم. نه همسایمون ارچش سوز کرده. سوال نکرده. در راه یکم ماشین نیست. اوه یا ماشین اومد. خونه برن چی دیدی؟ ملت